که دوره های پیغمبر خدا بود و حضرت عمر رضی الله عنه به نزد حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در آمد، در حالتی که حضرت عمر بی نهایت گریان بود. حبیب خدا از او پرسید: ما یبکیک یا عمر؟ ای عمر، ای وزیر من، چرا تو گریان هستی؟ سبب گریه تو چیست؟ گفتند: ای پیغمبر خدا، بیرون دروازه یک جوان هست، چنان گریه دارد که گریه او مرا در گریه آورد. حبیب خدا گفتند: بگذار اون جوان در آید. وقتی این جوان نزد حبیب خدا در آمد، حبیب خدا چگونه که یک کودک خودش را در بغل مادرش حواله میکند، میپرتاید، این جوان میگوید خودش در دامن حبیب خدا پرتاب، در حالتی که خیلی گریان بود. حبیب خدا از او اولین سؤالی که کردن چی گفت؟ ااشرکت بالله؟ گفت: جوان چرا گریه میکنی؟ گفت: گناهی خیلی بزرگی را انجام دادم، خیلی گناهی کلان کردم. گفت: ااشرکت بالله؟ آیا با پروردگار شریک آوردی؟ اولین سؤالی که بود از پیغمبر خدا به این جوان این بود: ااشرکت بالله شیئا؟ با پروردگارت آیا شریک آوردی؟ زیرا حبیب خدا میدانست ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پیغمبر خدا میدانست که خداوند در قرآن گفته است: من کسی را که در ذات من شریک می آرد اصلا نمی بخشم، بغیر شرک هر گناهی که میکند پروردگار او را می بخشد. خداوند شرکی به خدا را نمی بخشد. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. خداوند میگوید کسی که شرکی به سوی من میآرد، به تحقیق حرام گردانیدم جنت را بر او و برای این انسان مشرک باشیشگاه در آتش دوزخ تیار کردم. اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان می آید وقتی فرزندش موعظه داشت، گفت: ای فرزند من، به پروردگارت شریک نیار، و پروردگارت شرک نورز که از شرک دیده گناهی وزنی وجود ندارد. یکی از صحابه های پیغمبر خدا عباده ابن ثابت بود، میگوید: اوصانی خلیلی بسبع خصال، به 7 چیز پیغمبر خدا مرا نصیحت کرد. یکم چی گفت؟ لا تشرک بالله و این قطعتم او حرقتم او صلبتم. ای عباده گفت هیچگاه شریکی به خدا نیار. گفت اگرچه تو را پاره کنن، اگرچه تو را در آتش سوزانند، اگرچه تو را در دار کشن، شرکی به خدا نآر. شرک چیست؟ شرک ها دو خیل میشن: شرک اکبر و شرک اصغر. شرک اکبرش پرستش آفتاب، پرستش ستاره، پرستش ماهتاب، پرستش فرشته ها، جن ها، شیخ ها، اینها را پرستش کردن شرکی به خداست. از مزارها فرزند طلب کردن، سنگ های مزارها را با زبان ها تا بوسه کردن، در دست های خودتان و فرزنداتان مره های چشمی را کشال کردن، خارها را در نزد دروازه هاتان در داخل دکاناتان کشال کردن، نعل های اسب ها را در نزد دروازه هاتان کشادن. اینا شرکی به خداست. این خدا میگوید که من نمیبخشم این شرک. و کسانی که حضرت عیسی را فرزند خدا میخوانند، اینا شرکی به خداست.
رسول اکرم گفتن ایاکم و شرک الاصغر، ای امتان من از شرک خردم بسیار پرهیز کنید. قالوا یا رسول الله و ما شرک الاصغر؟ قال الریا. پیغمبر خدا گفتن شرک خردش چیست؟ پیغمبر خدا گفت ریا هست. کسی اگر خودنمایی میکند، کسی عبادت از برای خدا نه برای غیر خدا میکند، اینم شرک اصغر است. این جوان پیغمبر خدا هم تصور کرد شرکی به خدا آوردی؟ قال لا یا رسول الله، از خدا پناه طلب میکنم، من شرکی به خدا نآوردم. اقتلت نفسا بغیر حق، آیا یگان آدم کشتی؟ پیغمبر خدا سوال کردن. این جوان گریانه گفت نه ای پیغمبر خدا، زیرا خدا در قرآن میگه من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. کسی در دنیا اگر یک مسلمان میکشد، یک برادری مسلمان به قتل میرساند، خداوند به او 4 وعید میکند. یکم وعید همین که تو باشیشگاه دوزخ است، تو هیچگاه راحتی جنت نمیبینی، بوی جنت به مشام تو ای قاتل نمیرسد. و دوم لعنت پروردگار به توست، و سوم غضب پروردگار به توست، و چهارم برای تو هر گونه عذابهای دردناک در دوزخ منتظر است. روز از روزها تو هم از دست یک قاتل دیگر با کشته میشه و در این چاه دوزخ پرتافته میشه. مؤمن در نزد پروردگار قدری بلندی دارد. بار پیغمبری خدا میگوید نزد کعبه آمدن، کعبه که ما و شما 3000 و 4000 دلار میتیم زیارت میرویم، چه مکانی مقدسی هست. آمدن و گفتن ما اطیبک و اطیب ریحک و ما اعظمک و اعظم حرمتک. ای خانه کعبه گفت چی خوشبو هستی و چی پاکیزه هستی. ای خانه کعبه گفت چی بزرگ هستی و چی احترام بلند داری. والذی نفسی بیدی. یکی بسوی خانه کعبه حبیبی خدا چی گفتن؟ قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، حرمت المؤمن عند الله اعظم منک. یک حرمتی مرده که مسلمانه که بیچاره هیچی ندارد، فقط نمازخوان است، قسم به خدا گفت در نزد پروردگار از تو در کعبه حرمت یک مسلمان بلند است. در نزد پروردگار یک مسلمانی که بیچاره فقط نماز میخواند، چیزی ندارد، فقط مسلمانی بر خداست، مؤمن است. حبیب خدا گفتن از خانه کعبه از تو دیده احترام انامین مؤمن در نزد پروردگار بلند است. مؤمن در نزد خدا قدر دارد، قیمت دارد. گفت نکشتم، کسی را نکشتم. گفت چیکار کردی؟ گفت گناه عظیم کردم. گفت کرسی پروردگار کلان است یا گناه تو؟ گفت گناه من کلان است ای پیغمبری خدا. عرش کلان است یا گناه تو؟ گفت عرش در نزد گناه من عاجز است. گفت گناه من کلان است. گفت آیا خدا بزرگ است یا گناه تو؟ مقصد از خدا بزرگ بودن این رحمت و مغفرت پروردگار زیاد است یا اینکه گناه تو؟ گفت رحمت خدا البته زیادتر است. گفت اخبرنی عن ذنبک، پس از گناهت مرا درکدار کن. گفت استحی منک یا رسول الله، شرم میکنم. یا حبیبی خدا گفت من شرم میکنم که این گناه را در پیش تو ظاهر کنم. حبیبی خدا گفتن لا تستحی منی اخبرنی عن ذنبک، از من شرم نکن. وقتی گناه کردی از خدا و حبیبی او شرم نکردی، الحال شرم میکنی؟ خبر دی. گفت چی گناه کردی؟ این بنده خدا، این بنده گناهگار. و حبیبی خدا گفت 7 سال شد من کسب نباشی دارم، در قبرستان مرده نو آوردن، شب میکنم قبر، کفنی او را میگیرم و مرده را عریان در گلستان درم گورستان میپرتایم. 7 سال شد که در این گناه من مبتلا هستم. لیکن دیروز یک زن از زنهای مدینه را آوردن، من او را وقتی که بیرون کردم
و کفن او را وقتی که از بدن این زن جدا کردم، بدن زیبای او و پاکیزه او، در دل من شیطان وسواس پیدا کرد که اینو تجاوز کن. چگونه که خداوند در قرآن میگوید لا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. خدا میگوید ای بندگان خدا آگاه باشید، شیطان دشمن آشکارای شماست. هیچگاه وی از شما نیکی نمیخواهد، شما را فقط به بدی میخواهد، فقط میخواهد شما با کردارهای بد دست دهید. كمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. خدا باز مسئله میارد که شیطان شما را بیراه میکند، میگوید کافر شو. وقتی تو کافر شدی چی میگوید؟ اینی بریء منک، ای عرق نوش، ای زناکار، ای بدبخت، ای بینماز، من از تو بیزار هستم، من از خدا میترسم. تو را کافر میکند و خودش میگوید من از خدا میترسم. شیطان میگوید مرا وسواس کرد، من بالای این دختر افتیدم و او را تجاوز کردم. حبیب خدا چنان یک خشمناک شدند، چنان یک ابر سیاه پیش چشم حبیب خدا را فرا گرفت و گفت با سرعت از نزد من بیرون شو. گفت حبیب خدا وقتی این خطاب به این جوان کرد، این جوان در حال ناامید شد و به سوی صحرا رفت. وی از صدق توبه کرده بود، وی پشیمان اصلی شده بود. وقتی که وی به صحرا رفت 7 روز صاحب کتاب میگوید نه طعام میخورد، نه شراب مینوشید، نه خواب کرد. روز 7م میگوید بیچاره خود سر در زمین گذاشت و چی گفت؟ انا عبدک المذنب المخطی. ای پروردگار، گفت نزد درگاه حبیبت رفتم، حبیبت مرا راند، از همه درها امید من کنده شد، همه درها بالای من بسته شد، یگانه دری رحمت دری توست. ای خدای مهربان، همون بنده گناهکار، همون بنده خطاکار، همون بنده روسیا من هستم. خدای مهربان دست ما برداشتم با امید آن که از آسمان آتش فرست تا که من بنده گناهکار خاکستر گرداند، تا که من از عذاب دوزخی تو پناه. این سخن گفتگی در عرش پروردگار میگوید در جنبش آمد، رحمت پروردگار جوشید. در حال جبرائیل روان کرد، گو را گو بر حبیب من بگو. اولا پروردگار به او سلام میگوید و بعد بگو که با این یک گناهی که این بنده نزد او آمد خواست که از پروردگارش شما مغفرت طلب کنید. این بنده مرا راندی، اگر روز قیامت امتان او چنان گناهایی دارد که از کوه بلند هستند، اونها را چگونه رفتار بکرده باشد؟ این ارسلناک رحمت للعالمین. و حبیب من بگو که این محمد من رحمت برای عالمیان فرستادم، باید برای مؤمنها رحیم و برای گناهکارها باید شفیع باشد. حبیب خدا را وقتی این سخنها را از جبرائیل به حبیب خدا گفت، در حال یک نفر روان کرد که رفته از صحرا گوید بیاید بشارتی به مغفرت گناه دهیدش. وقتی رفته گفتن و این جوان میگوید همراه این شخصی روان کرده به نزد حبیب خدا آمد که میگوید نماز شام بود. حبیب خدا در نماز بودند. وقتی حبیب خدا میگوید سوره فاتحه را خواند، این جوان میگوید در همون صف ایستادگی بود. دوم آیتی که سر کرد در این آیت آمد. در کدام آیت؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا
عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. این آیت خوان حبیبی خدا. این آیت چی معنا داره؟ معنای این آیت همین است که کسانی که ایمان بر خدا دارید و سوی پروردگارتان توبه کنید، خدای مهربان همه گناههای شما را مغفرت میکند و بعد مغفرت شما را وارد جنت میگرداند. وقتی این آیت میگه خوان، این جوان در بین قوم بود، میگه یک صدای آه گفت، آوازش بلند شد. وقتی نماز انجام یافت، دوستان خدا وقتی نماز بود کردند، سلام دادند، بیایند جوان میگوید با همان روی غلطیدگی پهلو میگردانند که ها جانش برآمده است. این گونه بنده با این گونه گناه خداوند گناه او را بخشید. خداوند برای او بشارت روان کرد که ما گناه او را بخشیدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله در این باب توبه یک جمعه دیگر خدا خواسته باشد با شما صحبت میکنیم، زیرا بسیاری از حدیث های پیغمبر خدا ناگفته ماند. فقط و فقط ما و شما فراموش نکنیم که هر روز باید که ما و شما به سوی پروردگارمان توبه کننده باشیم، زیرا چگونه که در خطبه حدیثی که خواندیم از پیغمبر خدا، کل بنی آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون، این حدیث ترمذی هست. پیغمبر خدا گفت همه فرزند آدم خطاکار است، اگرچند کوشش میکند لکن از سهو و قصور، از سهو و کمبودی ها هیچ وقت خالی نمیماند بنده مؤمن. همه وقت البته انسان بی خطا و بی سهو نیست. از این خاطر حضرت گفتند بهترین خطا کننده ها همان کسانی هستند که توبه کننده به سوی پروردگار هستند. برای من هر روز ما و شما باید توبه به سوی پروردگار کنیم با این کلمات هایی که استغفر الله و اتوب الیه. طلب مغفرت میکنیم به سوی تو ای پروردگار و توبه میکنیم به سوی تو از جمیع آن گناه ها و سهو هایی که از ما بندگان تو سر میزنند. این کلمات همچون تسبیح باید که در زبان هر کدام ما و شما باید که وجود داشته باشد. فقط و فقط به سوی پروردگار ما توبه کنیم تا که خداوند ما و شما را گناه ها ما مغفرت بگرداند. خدای مهربان عاقبت همه ما بندگانت را به خیر بگردانی و خدای مهربان همه ما بندگانت را توبه کننده بگردانی و در دل آن بندگانی که امروز در فسق و عصیان گرفتار هستند، خدایا این لذت توبه را در دل آنها هم جایگیر بگردانی